99% مردم این راهکار رو نمیدونن که اگه بدونن باعث میشه موهاشون خیلی سریع رشد کنه و دیگه نتونن جلوی پرپشتیشو بگیرن. این ماسک پروتئینی که بهت یاد میدم به درد همه میخوره و یه راهکار فوق العاده است برای نابود کردن ریزش مو. این ویدیو رو سیو کن که از دستش ندی. برای شروع یه تخم مرغ رو به یه ظرف اضافه کنید. حالا 2 تا قاشق غذاخوری ماست اضافه کنید. این ترکیبات حاوی پروتئین ها، ویتامین ها، اسیدهای چرب و پروبیوتیک هستند که کف سر رو تغذیه میکنه، باعث استحکام مو میشه و محیط ایدئالی برای رشد ایجاد میکنه. بعدش یه قاشق غذاخوری روغن نارگیل اضافه کنید. این روغن با نفوذ به ساقه مو باعث حالت نرم کنندگی و رطوبت رسانی و تقویت تارهای مو میشه که در نهایت باعث جلوگیری از شکنندگی هم میشه. 2 تا قاشق چایخوری هم عسل اضافه کنید که رطوبت و نرمی به موهاتون ببخشه و در عین حال شوره سر رو کم کنه و به خاطر خواص آنتی باکتریال و رطوبت رسانی که داره سلامت فولیکول مو رو ارتقا میده. حالا این ترکیباتی که گفتم رو هم بزنید، به کف سر و موهاتون بزنید، بذارید 45 دقیقه بمونه، بعد با آب ولرم شستشو بدید. توی این پیج کلی راهکار برای تقویت موهات بهت یاد میدم. اگر هم برای پرپشتی موهات یه راهکار قوی تر، تخصصی تر و بدون بازگشت میخوای، کلمه مشاوره رو توی کامنت ها بنویس.